فرهنگی بله ما میتوانیم سیل رو برهم دهیم. می‌دانند که آنها تنها نیستند، کل جهان با آنهاست. Caucus focal point and co-chair of the global. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادرای قدردان، این حال ما در کاخ سروش حضور داریم. امروز برنامه فرهنگی بله ما میتوانیم سیل رو برهم دهیم، یعنی برگزار گشته ایستاده است برای نفران بیماری کسل سیل هستند. یک کنسرت خیریوی همه در مورد سرجمانی یک جای می‌داریم. ما شما در نشان میتون شما تماشا کنید و علاوه برید. تنها برای شما مردم سربلند توجیه میرین تماشا میکنید. نگاه رنگینی که دارای ذهن سونی میباشند، این حال فعالیت کرده ایستادند که این حال فوت از این بیماری در جمهوری تاجیکستان نسبت به سالهای شوچه استاد نظر است پاریس است. بیمارشوی چخلی که ما تای کردیم در سالهای آخر رو با کاهش نهاده است. نشانداد بیمارشوی از بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان در سال 2021 اگر 43% اهالی бошад и поборол ТБ, что стоит поаплодировать нашему герою. Ваши бурные аплодисменты. دوستان ارجمند، واقعا هم در چهاربینی سالی گذشته چنانچه شاهد بوده آغاز از اعظمجان بود. این بار هم آغازی چهاربینی اطلاعاتی فرهنگی بله ما میتوانیم سیل را برهم دهیم با سخنی با یعنی آغاز اعظمجان عظیموف، شخصی که در کودکی نوابسته به 39 سال توانست که به بیماری سیل پیروز شود آغاز گردید. من هم در تقویت سخنان گلندان میخواهم از شما که یک قرصی بلند به افتخار اعظمجان بزنید. Большое тебе спасибо, Азамджон. Мы тебя провожаем. اینا برادرای عزیز میدروی ایدران آبادی روی اینا بله میتوانیم سیل را برهم دهیم. اینا برادرای عزیز سیل کسلی تبوبت شونده بده. همه خیلی از برادرای عزیز سیل کسلی تبوبت شونده. اینا برادرای البته که تبوبت میشوند. این تبوبت شونده کسلی سیل. مرکز شهری حمایت اهالی از بیماری سیل، ریاست تندرستی شهر دوشنبه، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و همزمان شریکان رشد، برنامه رشد سازمان ملل متحد، اجنده ایالات متحده آمریکا عاید به رشد بین المللی، تشکیلات بین الخلقی فامیلی هلث اینترنشنال 360، همزمان تشکیلات هایی که سهمگذار هستند از جمله تشکیلات جمعیتی سپین پلیوس و اساسیاسی همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان و دیگر همه تشکیلات ها همزمان از جانب سازمان جهانی تندرست در سالهای سپری گشته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یکچند برنامه‌ها برنامه‌ها باید به پیشگیری و مبارزه با ضد بیماری سیل تهیه و قبول گردیدند. در برابر این از طرف Caucus focal point and co-chair of the global TB caucus of the Eastern Europe and Central Asia. Program manager HIV/AIDS TB program of UNDP. Dr. Viktor Alsavsky, head of WHO country office in Tajikistan, and our staff TB goodwill ambassador from Tajikistan. At this important event. Today's gathering underscores our shared commitment to ending TB in Tajikistan. Today, tuberculosis is preventable, treatable, and curable. It gives all of us hope that ahead of us lies a future free of TB. خانمان و جنابان، مهمانان
محترم، همکاسبان و دوستان عزیز، برای من در این چهاربینی مهم اعضای برنامه رشد سازمان ملل متحد سخن کردن شرف بزرگ است. و آخری امروزه همکاری مشترکی ما را در راه برهم دادن سیل تاکید میکنند. نافترین جمهوری تاجیکستان اجرا کرده شد و چی گویم؟ یعنی در سطح عالی حاضر برای شما تقدیم کرده می شود. باید بگویم که آهنگ این سرود از جانب آهنگساز نامی دورانی رحمتزاد تهیه شده است و تنظیمگری موسیقی یکی از تنظیمگران شناخته جمهوری یعقوب جان عبداللهیев انجام داده شده است و متن سرود. Подожди. Я, конечно, не экстрасенс, но почему-то دلم گفته ایستاده است که متن سرود رو تو نویسنده ای. بله. همین طور است؟ بله. تشکر زیاد و متن سرود از جانب احسان اعظمیان نوشته شده است. مرحمت گوش کنید و همراه میخوانیم. نام دارد سرود چی بود؟ نست باد سیل. مرحبا. Артисты таджикской эстрады Зайнура Плодова, Рузибеки Файзали, Хабиб Хакимов, Нози Каруматло. Ваши бурные аплодисменты. Браво! Спасибо вам, ребята. Сонджон мешуда ску. Нашуда намешава. Нашуда намешава. Хачима намепурсиди чаро пиджакатро кашиди. Охая این طرف نگاه کن. همسر در همونجا نشسته. قرصک پس بود. قرصک پس بود. این بغلانه بود در نزد همسرش. تشکر زیاد برای بودنتون. جهان سپاس. خیلی. واقعا میدونید چی؟ همه این چیز برای شخصانی که در تبابت سی قرار دارند بگرده من میکنه ولی بیارم اونها دستگیری کنیم. میدونند که آنها تنها نیستند، کل جهان با آنهاست و دوستان ارجمند بخشی فرهنگی را ادامه میدهیم. خیلی سوالات. خب حاضر پیچکت چرا برآوردی؟ پیچکت چرا برآوردی؟ صحنه گرم شد.